هر امپراتوری بزرگی یه نقطه آغاز داره. قبل از هخامنشیان، پارسه یا همون تخت جمشید و قبل از کوروش بزرگ، سرزمینی که امروز در اون زندگی میکنیم، ایران، هنوز یک کشور واحد نبود. قبیله‌های مختلف در گوش و کنار فلات ایران زندگی می‌کردند و هر از گاهی ارتش‌های قدرتمند همسایه از غرب به این سرزمین حمله می‌کردند، شهرها رو غارت می‌کردند و حتی مردم رو به اسارت می‌بردند. اما در میان همین آشوب اتفاقی در حال شکل گرفتن بود. داستان مردمانی که برای اولین بار تونستن قبیله‌های پراکنده رو زیر یک پرچم گرد هم بیارن و اولین شاهنشاهی ایرانی رو پایه‌گذاری کنند. مادها. درود، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. من اینجا داستان‌هایی رو روایت میکنم که به تاریخ، فرهنگ و ادبیات گره خوردن. پس اگر به این فضا علاقه‌مند هستید، خوشحال میشم به جمع ما بپیوندید. قبل از اینکه بریم سراغ روایت امروزمون یعنی مادها، لازمه این نکته رو خدمتتون عرض کنم که از اونجایی که تاریخ حکومت پرفراز و نشیب مادها خیلی گسترده است، ما تصمیم گرفتیم که قسمت مادها رو در 2 بخش با تمام جزئیات برای شما روایت کنیم. عنوان این بخش یعنی بخش اولمون از تولد تا اوج قدرت مادهاست و بخش دومم در قسمت بعدی برای شما عزیزان منتشر خواهد شد. بریم سراغ روایت امروزمون. هزاران سال پیش، زمانی که هنوز نه خبری از هخامنشیان بود، نه ساسانیان و نه حتی کشوری یکپارچه و واحد به نام ایران وجود داشت، مجموعه ای از دشت‌ها، کوهستان‌ها و فلات‌های پهناوری بودند که قوم‌های مختلفی هم در اون زندگی می‌کردند. هر منطقه هم فرمانروای خاص خودش رو داشت و هیچ قدرت واحدی بر تمام این سرزمین حکومت نمی‌کرد. در جنوب غربی تمدن ایلام هزاران سال بود که شکوفا شده بود. تمدنی که گاه همسایه و گاه رقیب میان رودان به شمار می‌رفت. میان رودان همون سرزمینیه که بعدها در منابع یونانی به بین النهرین شناخته شد و نام میان رودان هم از همین میاد، یعنی میون 2 رود دجله و فرات. در شمال و غرب قوم‌های کوهنشین زندگی می‌کردند و در قسمت شرق قبیله‌های مختلفی در دشت‌ها پراکنده شده بودند. اما در غرب این سرزمین قدرتی وجود داشت که نامش لرزه بر اندام همه همسایگان مینداخت. آشور. قبل از اینکه بریم سراغ این رقیب سرسخت یعنی آشوریان، لازمه یه مقدار درباره تمدن ایلام که حرفشو الان زدیم صحبت کنیم. گفتیم که ایلام در جنوب غربی فلات ایران قرار داشت، درسته؟ و تمدنی هم بود که از حدود 5000 سال پیش شکل گرفت. برای خودش شهر ساخت، خط داشت، معبد ساخت و با قدرت‌های بزرگی مثل سومر، اکد و بابل وارد جنگ و تجارت شد. زمانی که هنوز خبری از مادها، پارسها و هخامنشیان نبود، ایلام یکی از مهمترین قدرت‌های منطقه به شمار می‌رفت. اما خب با گذشت قرن‌ها و جنگ‌های پی در پی، به ویژه حملات آشوریان، این تمدن به شدت ضعیف شد و در نهایت هم بخش بزرگی از اون از بین رفت. تو همین دوران اقوام تازه‌ای آروم آروم وارد فلات ایران شدند. مردمانی که بعدها نامشون در تاریخ ایران جاودانه شد. یعنی مادها، پارسها و پارتها. خب حالا که با تمدن ایلام آشنا شدیم، میتونیم بریم سراغ همون رقیب سرسختمون یعنی آشور. این آشور چی بود که لرزه بر اندام همه همسایگان انداخته بود؟ یکی از مهمترین دلایلی که قبایل ماد تصمیم گرفتن با هم متحد بشن برمیگرده به همین دشمن سرسخت و بزرگ اون روزگارشون، آشور. حدود 3000 سال پیش اگر از مردم خاور نزدیک یا میشه گفت اصطلاحاً همون خاورمیانه خودمون، اگر از مردم اون موقع میپرسیدی که قدرتمندترین حکومت جهان کدومه، احتمال خیلی زیاد فقط یه اسم میشنیدی: امپراتوری آشور. قلمرو آشوریان از بین النهرین تا بخشایی از شام،
آناتولی یا همون بخش آسیایی کشور ترکیه امروزی و حتی مصر گسترده شده بود. ارتش آشور بسیار منظم، مجهز و البته بیرحم بود. ارتشی که برای فتح سرزمین‌های جدید تقریبا هیچ رقیبی نمیشناخت. اما چیزی که آشوریا رو از خیلی از حکومت‌های همدورشون خیلی متفاوت می‌کرد، فقط قدرت نظامیشون نبود، بلکه سیاستی بود که بر پایه ایجاد وحشت بنا شده بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شهری در برابر آشور مقاومت می‌کرد، فقط اون شهر شکست نمی‌خورد، نابود می‌شد. تو کتیبه‌های پادشاهان آشور خودشون با افتخار از ویرون کردن شهرها، تبعید هزاران نفر و مجازات شورشیان حرف میزنن. این روایت‌ها نشون میده که ایجاد ترس بخشی از سیاست رسمی اونا برای جلوگیری از شورش بوده. قبیله‌های ساکن فلات ایران از جمله مادها بارها هدف حملات آشوریان قرار گرفته بودند. گاهی مجبور به پرداخت خراج یا همون مالیات امروزی می شدن، گاهی دامها و محصولاتشون غارت می شد و حتی مردمانشون به اسارت برده می شدن. مادها در اون زمان هنوز یه حکومت واحد نداشتن. قبیله زندگی می کردن و هر قبیله به تنهایی توان مقابله با چنین امپراتوری رو نداشت. اما حملات پیاپی آشور ناخواسته یه نتیجه مهم داشت. قبایل ماد به این نتیجه رسیدن که اگر متحد نشن یکی بعد از دیگری از بین میرن و همین اولین جرقه های شکلگیری یه حکومت واحد روشن کرد. تو همین زمان در میون مادها نام مردی بر سر زبون افتاد، دیاکو. هرودوت تاریخ نگار یونانی میگه دیاکو در بین مردم به عدالت و درستکاری شهرت داشت. مردم برای حل اختلافاشون پیش اون میرفتن و به قضاوتش اعتماد میکردن. کم کم نفوذ دیاکو بیشتر شد تا جایی که سران قبیله ها تصمیم گرفتن اونو به عنوان فرمان روای خودشون انتخاب کنن. اگر روایت هرودوتو بپذیریم، این لحظه رو میتونیم آغاز شکلگیری حکومت ماد بدونیم. اما با پادشاه شدن کار دیاکو تازه شروع شده بود. اون میدونست اگر قراره این حکومت دوام بیاره باید چیزی بسازه که قبایل پراکنده رو به یک کشور واحد تبدیل کنه. به خاطر همین دستور داد شهری بزرگ ساخته شه. شهری که قرار بود قلب حکومت جدید ماد باشه. شهر حکمتانه، پایتخت جدید حکومت مادها که امروزه شهر همدان خودمون هستش. حکمتانه در مسیرهای مهم ارتباطی فلات ایران قرار داشت. از نظر جغرافیایی جایگاه مناسبی داشت و میتونست مرکز کنترل سرزمین‌های ماد باشه. هرودوت از این منطقه به عنوان شهری با شکوه یاد میکنه. شهری با ساختاری منظم و بخشای جداگانه برای جایگاه پادشاه، بزرگان و مردم. اما داشتن یه پایتخت به تنهایی حکومت نمیسازه. دیاکو حالا باید قبیله‌هایی رو که سالها مستقل زندگی کرده بودن زیر یه فرمان واحد جمع میکرد. برای مردمانی که هر قبیله رئیس و قوانین خودشو داشت، پذیرفتن قدرت یه پادشاه کار ساده‌ای نبود. دیاکو تلاش کرد نظم تازه ایجاد کنه و فاصله میون فرمانروا و مردم ایجاد کنه تا قدرت مرکزی اون حفظ شه. اما حکومت جدید ماد هنوز جوان بود و در کنار خودش یه دشمن بسیار قدرتمند داشت. آشوریا نمیخواستن در شرق قلمروشون یه قدرت تازه شکل بگیره. اونا سالها قبایل ماد رو زیر فشار گذاشته بودن و حالا ظهور یه حکومت متحد میتونست یه تهدید جدی براشون باشه. دیاکو حدود 50 سال حکومت کرد، اما نتونست استقلال کامل مادها رو از نفوذ آشور به دست بیاره. بعد از مرگ دیاکو پسرش فرورتیش به قدرت رسید. فرورتیش برخلاف پدرش تصمیم گرفت فقط حکومت نکنه، بلکه آشکارا در برابر قدرتی بایسته که سالها منطقه رو زیر سلطه خودش داشت. هدفش هم خیلی روشن بود: آزاد کردن مادها از نفوذ آشور
و تبدیل کردن یه حکومت نوپا به یه قدرت واقعی. اما این تصمیم اونو وارد جنگی کرد که سرنوشت مادها رو کاملا تغییر داد. فروردیش برای رسیدن به هدفش تلاش کرد قبایل ماد رو متحدتر کنه و قدرت نظامی خودش رو افزایش بده. اما مقابله با آشور کار ساده‌ای نبود. در اولین تلاش جدی مادها برای ایستادن در برابر این امپراتوری بزرگ، فروردیش شکست خورد و کشته شد. با مرگ اون حکومت ماد ضربه بزرگی خورد. اما یه اتفاق مهمم رخ داده بود. مادها دیگه همون قبایل پراکنده گذشته نبودن. اونا حالا یه حکومت، یه پایتخت و یه هویت مشترک داشتن. شکست فروردیش پایان راه نبود، بلکه تجربه‌ای بود که به نسل بعدی فرمانروایان ماد یاد داد برای شکست آشور فقط شجاعت کافی نیست، بلکه به قدرت، برنامه‌ریزی و متحدان نیازه. و اینجاست که نام یکی از مهمترین پادشاهان ماد وارد تاریخ ایران میشه، هوخشتره. بعد از فروردیش پسرش هوخشتره که به قدرت رسید، اولین اقدامش این بود که ارتش مادها رو سازماندهی کنه. تا اون زمان سپاه ماد بیشتر از جنگجویان قبیله ها تشکیل شده بود. یعنی مردایی که موقع جنگ سلاح به دست می گرفتن و بعد از پایان نبرد هم به زندگی عادیشون برمیگشتن. اما هوخشتره اومد این شیوه رو تغییر داد. اون نیروهای نظامی رو بر اساس نوع جنگاوری دسته‌بندی کرد. پیاده نظام، سوار نظام و تیراندازان و یه ارتش منظم‌تر به وجود آورد. این تغییر نقطه عطفی در تاریخ ماد شد. حالا اونا دیگه فقط مجموعه‌ای از قبایل جنگجو نبودن، بلکه ارتشی داشتن که میتونست با قدرت‌های بزرگ منطقه رقابت کنه. اما درست زمانی که هوخشتره آماده حمله به آشور میشد، اتفاق غیرمنتظره رخ داد. از شمال قومی جنگجو به نام سکاها به سرزمین ماد حمله کردند. تصور کن به جای اینکه مردم توی شهر یا روستا زندگی کنن، تمام زندگیشون روی اسب بگذره. یعنی خونه ثابتی نداشته باشن، هر جا علف برای دامهاشون پیدا شه همونجا چادر بزنن و بعد از یه مدتی هم دوباره کوچ کنن و از اونجا برن. سکاها دقیقاً چنین مردمی بودن. اونا در دشتای بسیار وسیع شمال دریای خزر، آسیای مرکزی و جنوب روسیه امروزی زندگی می‌کردن. سکاها کوچ‌نشین بودن. یعنی مثل مادها یا بابلی‌ها شهرهای بزرگ و کاخ نداشتن. زندگیشون به اسب وابسته بود. از بچگی اسب سواری یاد می‌گرفتن و اونقدر روی اسب مهارت داشتن که حتی موقع تاختن هم میتونستن با کمون تیراندازی کنن. همین مهارت اونا باعث شده بود همه از اونا حساب ببرن. فرض کن ارتش یک کشور با زره و نیزه توی یه صف وایساده باشن، یه دفعه سکاها با سرعت از دور میرسن، بارونی از تیر شلیک میکنن و قبل از اینکه دشمن بتونه اصلا به اونا برسه دوباره فرار میکنن و میرن و دوباره چند دقیقه بعد از یه جهت دیگه حمله میکنن. به خاطر همین بود که جنگیدن با سکاها بسیار سخت بود. حالا درست وقتی که هوخشتره تازه پادشاه شده بود و داشت خودشو برای جنگ با آشور آماده میکرد، سکاها از شمال سر و کله‌شون پیدا شد و وارد سرزمین ماد شدن. اونا اونقدر قدرتمند بودن که مدتی مادها رو تحت سلطه خودشون قرار دادن و برنامه هوخشتره برای حمله به آشور کاملاً به هم ریخت. پس قبل از اینکه مادها بتونن با آشور بجنگن، مجبور شدن اول از شر سکاها خلاص شن. نبردهای اول به سود سکاها تموم شد. اونا تونستن بر مادها مسلط شن و طبق روایت هرودوت نزدیک به 28 سال بر این سرزمین نفوذ داشته باشن. اما هوخشتره منتظر فرصت موند. اون میدونست که شکست دادن سکاها در میدون نبرد آسون نیست. نقشه هوشمندانه کشید. اون سران سکا رو به یک ضیافتی بزرگ دعوت کرد. ضیافتی که ظاهراً برای آشتی و دوستی برگزار شده بود. تو اون مهمونی شراب فراوون نوشیده شد و موقعی هم که فرماندهان سکا مست شدن، افراد هوخشتره به اونا حمله کردن و بیشترشون رو کشتن. با از میون رفتن رهبران قدرت سکاها هم فرو پاشید.
و مادها دوباره کنترل سرزمین خودشون رو به دست گرفتن. حالا بعد از سالها انتظار هوخشتره میتونست دوباره به هدف اصلی خودش فکر کنه. یعنی آشوریان. اما اون از شکست‌های گذشته درس گرفته بود. میدونست که برای نابودی امپراتوری آشور نیاز به یک شریک داره. پس دست به کاری زد. اون با پادشاه بابل پیمان اتحاد بست. دو قدرت یه دشمن مشترک به اسم آشور داشتن که باید هر طوری بود شکستش میدادن. هوخشتره میدونست که حمله مستقیم به چنین امپراتوری بزرگی کار خطرناکیه. تو همین زمان در جنوب بین النهرین پادشاه دیگه‌ای هم از آشور زخم خورده بود. بابل. چندین سال بود که بابلی‌ها هم زیر نفوذ آشور زندگی می‌کردن و بارها هم علیه اونا شورش کرده بودن. رهبر این شورش‌ها مردی بود به نام نبوپولاسر. فرمانروایی که تونسته بود استقلال بابل رو از آشور پس بگیره و امپراتوری نو بابلی رو بنیان بذاره. حالا هم هوخشتره و هم نبوپولاسر یه هدف مشترک داشتن. هر دو میخواستن آشور رو برای همیشه از میون بردارن. به خاطر همین میون ماد و بابل پیمان اتحاد بسته شد. اونا حتی برای محکم‌تر شدن این اتحاد یه رابطه خانوادگی هم بین خودشون برقرار کردن. در اساس بیشتر منابع تاریخی دختر هوخشتره با ولیعهد بابل یعنی نبوکدنصر که بعدها با نام بختالنصر دوم مشهور شد ازدواج کردند. این پیوند اتحاد دو حکومت رو از همیشه هم محکم‌تر کرد. در نهایت دو حکومت تصمیم گرفتن سال 614 پیش از میلاد به شهر آشور، یکی از مهمترین شهرها و البته یکی از پایتخت‌های قدیمی آشوریان، حمله کنند. هوخشتره سپاه ماد رو به سمت شهر آشور حرکت داد. ارتش ماد شهر رو محاصره کردند. یعنی تمام راه‌های ورود و خروج رو بستن. هدف این بود که مدافعان یعنی همون آشوریان نه نیروی کمکی دریافت کنن و نه آذوقه. بعد از مدتی نبرد نیروهای ماد موفق شدن دیوارهای دفاعی شهر رو بشکنن و وارد شهر شد. منابع بابلی روایت میکنن که آشور به دست مادها افتاد و سقوط کرد. و جالب این که نبوپولاسر با سپاه بابل در راه بود تا به مادها بیاد کمک بکنه. اما وقت رسید شهر آشور قبلا سقوط کرده بود. بعد از اون نبوپولاسر و هوخشتره در همون شهر با هم دیدار کردن و اتحادشون رو رسمی تر کردن. اونا تصمیم گرفتن آخرین ضربه برای سقوط کامل آشور رو هم بزنن. یعنی حمله به نینوا، پایتخت اصلی امپراتوری آشور. از این لحظه به بعد ارتش ماد و بابل مثل دو نیروی هماهنگ عمل می‌کردن. اونا قبل از حمله مستقیم سعی کردن شهر رو از بقیه قلمرو آشور جدا کنن. یعنی راه‌های ورود آذوقه رو بستن، اجازه ندادن نیروهای کمکی به نینوا برسه و شهرهای اطراف رو هم یکی یکی تصرف کردن تا نینوا تنها بمونه. این کار باعث شد پایتخت آشور نتونه مثل گذشته از سراسر امپراتوری نیرو جمع بکنه. خلاصه سپاه مشترک ماد و بابل به سمت نینوا حرکت کردن و شهر رو از چند جهت محاصره کردن. نینوا شهر کوچیکی نبود. دیوارای بلند و ضخیمی داشت و آشوریا سالها اونو برای چنین روزی آماده کرده بودن. اونا تصور میکردن این شهر هرگز سقوط نخواهد کرد. اما این محاصره هفته‌ها و احتمالاً حتی چند ماه هم ادامه پیدا کرد. توی این مدت هیچ آذوقه‌ای وارد شهر نمی‌شد. مردم و سربازای داخل شهر آروم آروم دچار کمبود غذا شدند. مدافعان مجبور بودند شب و روز از دیوارها دفاع کنند، در حالی که نیروهای مهاجم دائما فشار رو بیشتر می‌کردند. منابع بابلی جزئیات زیادی از نبرد ندادند. اما اونچه که میدونیم اینه که در نهایت دیوارای نینوا شکسته شد. اونچه که برخی پژوهشگران و منابع باستانی روایت میکنن به این صورته که سپاه ماد و بابل با استفاده از برجای محاصره، دژکوب و حملات مداوم بخشی از دیوار رو فرو ریختن. دژکوب یه تنه درخت بسیار بزرگ و سنگینیه
که جلوی اون یه سر فلزی نصب کردن و این تنه رو با طناب از یه چارچوب چوبی آویزون میکنن تا بتونن مثل آونگ حرکتش بدن و چند تا سربازم اونو هی به عقب میکشونن و بعد با تمام قدرت به جلو رها میکنن تا با ضربه های پیاپی به دروازه یا دیوار شهر بکوبه و در آخرم اونو نابود کنه. پس در نهایت بعد از صدها ضربه دروازه یا بخشی از دیوار ترک میخوره و فرو میرزه. البته برخی منابع دیگه هم میگن نه، طغیان رودخونه دجله یا یکی از شاخه های اون بخشی از استحکامات شهر رو تخریب میکنه و کار مادها و بابلیا رو آسون‌تر میکنه. اما اون چه که قطعیه اینه که بعد از شکسته شدن خطوط دفاعی سپاه متحد وارد نینوا میشه و نبرد به داخل شهر کشیده میشه و آخرین پادشاه آشور سینشارایشکون احتمالاً تو همین نبرد کشته شد. هرچند درباره جزئیات مرگ اون روایت‌های زیادی نداریم. با سقوط نینوا در سال 612 پیش از میلاد یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باستان به پایان رسید. اما جنگ هنوز کاملا تموم نشده بود. بقایای ارتش آشور به فرماندهی برخی از اشراف و شاهزادگان آشوری به شهر حران فرار کردند و تلاش کردند حکومت رو اونجا دوباره احیا کنند. حتی از مصر هم کمک گرفتن چون فرعون مصر نمیخواست مادها و بابلیا بیشتر از این قدرتمند شن. اما همه این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت. در سال 609 پیش از میلاد سپاه ماد و بابل شهر حران رو هم تصرف کرد و آخرین امید آشوریان برای بازگشت به قدرت از میون رفت. میدونیم دیگه هر چقدر که میگذره ما به میلاد مسیح نزدیک میشیم. به خاطر همینه که اعدادهای پایین و پایین تر میاد نه بالا و بالاتر. یعنی اول نینوا سقوط کرد و بعد آشوریان خواستن حران رو به امید احیای حکومتشون تصرف کنن و بعد حدود 2 سال و خورده بعد سر و کله مادها و بابلیا پیدا شد و حران رو هم تصرف کردن. حالا دیگه امپراتوری آشور فقط بخشی از تاریخ بود. بعد از پیروزی مادها و بابلی‌ها سرزمین‌های آشور رو میون خودشون تقسیم کردند. بابل بین النهرین و سرزمین‌های جنوبی رو در اختیار گرفت و مادها کنترل بخش‌های شمالی و شرقی رو به دست آوردند. از جمله نواحی گسترده‌ای در اطراف زاگرس، بخش‌هایی از آناتولی شرقی و سرزمین‌های نزدیک به قفقاز. حالا در کمتر از چند دهه مادها از مجموعه‌ای از قبایل پراکنده‌ای که بودند به یکی از قدرتمندترین حکومت‌ها در خاور نزدیک تبدیل شده بودند. اما هوخشتره هنوز کارش تمام نشده بود که چند سال بعد با قدرت دیگه‌ای که میشه گفت هم سطح خودشون بود روبرو شد. پادشاهی لیدیه در آسیای صغیر. لیدیه پادشاهی بود که در غرب آسیای صغیر قرار داشت. جایی که امروزه بخش بزرگی از غرب ترکیه است. برخلاف مادها که بیشتر به قدرت نظامی مشهور بودند، لیدیه به ثروتش معروف بود. سرزمین لیدیه معادن طلای زیادی داشت و حتی خیلی از تاریخ‌دانان معتقدند که اولین سکه‌های استاندارد جهان تو همین پادشاهی ضبط شد. پایتخت اونا شهری بود به نام سارد. در اون زمان سارد یکی از ثروتمندترین شهرهای منطقه به شمار می‌رفت و از مسیرهای مهم بازرگانی عبور می‌کرد. اما بعد از سقوط آشور یه مشکل به وجود اومد. تا وقتی آشور وجود داشت میون مادها و لیدیه یه فاصله بود. اما با از بین رفتن امپراتوری آشور سرزمینای ماد به سمت غرب گسترش پیدا کرده بودند و حالا مرزهای دو حکومت به هم نزدیک و نزدیکتر شده بود. دو قدرت بزرگ روبروی هم قرار گرفته بودند. نه مادها قصد عقب نشینی داشتن و نه لیدیه حاضر بود نفوذ خودش رو از دست بده. اختلافا کم کم به درگیری‌های مرزی تبدیل شد. این درگیری‌ها چند سالی هم ادامه داشت. از یک طرف هوخشتره پادشاه ماد ایستاده بود و از طرف دیگه آلیاتس پادشاه لیدیه. هیچ کدوم هم حاضر نبودن شکست رو بپذیرن. تا اینکه در سال 585 پیش از میلاد در میونه یکی از نبردها اتفاقی افتاد که همه رو شگفت زده کرد. دو سپاه بار دیگه در میدون نبرد روبروی هم قرار گرفته بودند. نبرد شروع شده بود. سربازان می جنگیدن و هیچ نشونه ای از پایان جنگ دیده نمی شد. اما ناگهان آسمان شروع به تاریک شدن کرد.
خورشید که تا چند لحظه قبل تو آسمون میتابید حالا پشت ماه داشت پنهون میشد. روز شبیه غروب شد و بعد تقریبا هوا تاریک شد. سربازای هر دو سپاه وحشت زده شده بودن. تو اون دوران کسی دلیل علمی خورشید گرفتگی رو نمیدونست. خیلی ها تصور کردن که خدایان از ادامه جنگ خشمگین شدن و این تاریکی هم هشداری آسمانیه. برای همین هر دو سپاه جنگ رو متوقف کردن و بعد میون ماد و لیدیه صلح برقرار شد و رود هالیس که امروزه اونو رود قزلیرماغ مینامن به عنوان مرز دو حکومت تعیین شد. برای استحکام این صلح دوباره یه پیوند خانوادگی هم میون این دو حکومت برقرار شد. دختر آلیاتس با آستیاگ پسر هوخشتره و ولیعهد ماد ازدواج کرد. صلح میون مادها و لیدیه پایان سالها جنگ و درگیری بود که نه با پیروزی کامل یکی از طرفین بلکه با تاریک شدن آسمان صورت گرفت. حالا دیگه مادها نه تنها امپراتوری آشور رو از میون برده بودن بلکه مرزهای خودشون هم تثبیت کرده بودن و به یکی از قدرتمندترین حکومت‌های خاور نزدیک تبدیل شده بودن. به نظر می‌رسید که همه چیز به سود اونا پیش میره. اما خب تاریخ بارها نشون داده که رسیدن به اوج همیشه آغاز فصل تازه‌ای از داستانه. در بخش دوم قسمت مادها خواهیم دید که پس از این دوران شکوه چه اتفاقی برای مادها میفته. بعد از هوخشتره چه کسی بر تخت سلطنت می‌نشینه و دوران آخرین پادشاه مادها چگونه می‌گذره. در آخر ممنونم از همراهی شما. اگر به تاریخ، فرهنگ و ادبیات علاقه‌مند هستید خوشحال میشم به جمع ما بپیوندید و اگر تمایل داشتید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. تا روایت دیگه بدرود.